کتاب های آیت الله محسنی همه اینها رو من خریدم و در نزد من هست. این کتاب اسمش از مشرعه بهارالانوار، در 2 جلد است، جلد اول جلد دوم. این هر دو کتاب رو من دارم. مطالبی رو که امشب برای شما نشان میدیم مطالبی نیست که ما از اینترنت گرفته باشیم یا از مصادر دیگری گرفته باشیم. این کتاب ها رو تک تکش رو ببینید، اینجا این علامت ها رو که میبینید تک تک این کتاب ها رو صفحه به صفحه ما باز کردیم، خوندیم، ما قبلش ما بعدش، و در کتابخانه من همه کتاب های ایشان هست. از نجف این کتاب ها رو تهیه کردیم، چون که آیت الله شیخ آصف محسنی 2 چهره دارد. یکی چهره وحدتگرا، دوستدار اهل سنت، دوستدار صحابه، دشمن اختلاف تفرقه، که این چهره ایشان در افغانستان است. در تالیفات کتاب هایی که در افغانستان به زبان فارسی و پشتو دارن، این چهره ایشان در افغانستان است. چهره دیگری ایشان چهره رافضه‌گری است که در نجف داشتن، مدت زیادی رو در نجف گذراندن، طبیعتاً تاثیراتشون رو در اونجا انجام دادن و تالیفاتشون بیشتر در اونجا به زبان عربی چاپ شده و در حوزه‌های علمی در اونجا تدریس میشه. اون چهره رافضه‌گری آیت الله شیخ آصف محسنی است که در بین اهل به اصطلاح علم و حوزه در نجف و در عراق در اونجا آشکار بوده. کتاب مشرعه بهارالانوار، تالیف آیت الله الشیخ محمد آصف محسنی. شناسنامه‌اش در بیروت لبنان چاپ شده. در صفحه 398 جلد اول در اینجا میاد چی میگه. عن تفسير العياشي في نقل المرسل عن حنان ابن السدير عن أبيه عن الباقر كان الناس أهل الردة بعد النبي إلا 3. مردم بعد از پیامبر مرتد شدن مگر 3 نفر. ثم عرف أناس بعد يسير. وفي رواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله ارتد الناس إلا 3. میگه کسی به امام جعفر صادق گفت ارتد الناس بعد از پیامبر، ارتدوا یعنی کافر شدن، الا 3 مگر 3 نفر، ابو ذر و مقداد، سلمان و مقداد. ابو ذر و سلمان و مقداد. فقال ابو عبدالله، ابو عبدالله جعفر صادق چی گفت؟ فاین ابو ساسان و ابو عمرو الانصاری، یعنی 2 تای دیگر هم بهشون اضافه کرد. 3 نفر بودن، 2 تا دیگه هم اضافه شد 5 نفر. آقای محسنی چی میگه؟ لیس فی سند الروايه من یتوقف لاجله. میگه در سند این روایت هیچ کسی نیست که من در مورد اون بشینم حرفی بزنم. بل کلهم ثقات، کل اینها ثقات هستن. یعنی چی؟ یعنی این روایت درست است. از شروط حدیث صحیح که شیعیان احداث کردن، بر اساس اون این روایت چی است؟ روایت صحیح است. و میدونید که آقای محسنی از جمله کسانی است که در علم حدیث شیعه چی است؟ تبحر داره. در صفحه 399 همین کتاب روایت دیگری رو میاره. ای والله هلكوا الا 3. همه هلاک شدن از صحابه، همه هلاک شدن مگر 3 نفر. ثم لحق ابو ساسان و عمار و شطیره و ابو عمرو فصاروا 7. اول 3 تا بود، بعد 5 تا شد، در اینجا شد 7 تا. يحمل على الارتداد من امامتی لا عن الاسلام لقرائن اخرى. در اینجا میگه که منظور اینجا ارتداد از امامت است، نه از اسلام، به خاطر قرائن دیگری. اونجا در کتاب صراط الحق چی گفته بود؟ گفته بود که الامامت من اصول الدین کالنبوة. امامت از اصول دین است مانند نبوت. کسی که انکار بکند اصول دین رو، چی است؟ یکی از اصول دین رو انکار بکند مسلمان نیست، امکان ندارد که مسلمان باشد. وفي رواية غير معتبرة سندا عن السجاد وقد ذكرت التقية يوما عنده
والله لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخى رسول الله بینهما فما ظنكم بسائر الخلق. میگه در روایت دیگری که حالا سندش غیر معتبر هست، میگه که قسم میخوره که والله اگر ابوذر میدانست که در قلب سلمان چی است، چون سلمان میگن که از شیعیان حضرت علی بود از امروز اول و دشمن ابوبکر و عمر و بقیه صحابه بود. چون پیامبر بین سلمان و بین ابوذر پیمان اخوت بسته بود مثل بقیه صحابه، میگه اگر که ابوذر میدانست که در قلب سلمان چی است دیگه اون رو میکشت. میگه حالا فکر کنید که وضعیت بقیه مردم چه خواهد بود. این از این کتاب و این مطلب. بعد از اون در یک روایت دیگری رو بیان میکنه اصحابی كالنجوم، میگه که فی روایت غیر معتبر عن الرضا تصحیح ما روی عنه صلی الله علیه وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وما روي عنه صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي وقال عليه السلام يريد من لم يغير بعده ولم يبدل. میگه این روایاتی که اصحابی كالنجوم دعوا لي اصحابي اینا همه چی است؟ و اقول مر بسند آخر معتبر عند جمع وغير معتبر عندنا عنه عليه السلام ان المراد بالاصحاب في الحديث الاول اهل البيت. من حدیثی که در فضل صحابه اومده میگه منظور از اصحاب در اینجا اهل البیت است، که میگه این حدیث در نزد عده‌ای جمعی گروهی معتبر است و در نزد گروه دیگر یا من غیر معتبر است. بعد یک شعر رو میاره، میگه که صحابه گرچه ایشان کن نجومند ولی بعض کواکب نحس و شومند. توجه شدید؟ و اما الاحادیث الوارده فی ارتداد جمع من الصحابه كما نقل المؤلف المتتبع رحمه الله فهي كثيره و اثر الصدق علیه لایح. میگه که اما روایاتی که در مورد ارتداد گروهی از صحابه هست، صحابه رسول صلی الله علیه وسلم، صحابته صلی الله علیه وسلم، کما نقل المؤلف، چنانچه مؤلف یعنی مولا باقر مجلسی نقل کرده است، زیاد هست و اثر صدق در او آشکار است. این روایات را از کجا خدمت شما ایزان آوردم؟ از مشرعه بهارالانوار.